در مقابل ایران باشد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. ایتالیا پروازهای ماهانیر به این کشور را ممنوع کرد. سومین کشور اروپایی که فرود هواپیماهای ماهانیر در آن غیرقانونی است. ایتالیا 45 روز به ماهانیر فرصت داده تا پروازهایش را به مقصد این کشور لغو کند. ممنوعیت از هفته آخر آذر امسال اجرا می شود. پیش از این آلمان و فرانسه هم ورود پروازهای ماهانیر را ممنوع کرده بودند. مهر ممنوعیت بر پرواز ماهانیر خواسته مستقیم کاخ سفید بوده. مایک پومپئو وزیر خارجه امریکا در سفر اخیر خود به ایتالیا گفت که امریکا اطلاعاتی در اختیار دولت ایتالیا گذاشته که نشان می‌دهد شرکت هواپیمایی ماهان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری دارد. وزیر خارجه ایتالیا هم در پاسخ گفته بود ایتالیا در این زمینه همکاری خواهد کرد، وعده‌ای که خیلی زود عملی شد. نخستین بار امریکا در سال 1390 ماهانیر را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. واشنگتن می‌گوید ماهانیر از نیروی قدس سپاه پاسداران پشتیبانی مالی و فنی می‌کرده. اتهام دیگر ماهانیر مشارکت در انتقال سلاح به حزب الله لبنان و نیروهای بشار اسد در سوریه است. تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایرانی همزمان با لغو پرواز خطوط هوایی بین‌المللی مانند بریتیش ایرویز، KLM و ایر فرانس به تهران یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی و دستاورد برجام را از بین برده. بازگشت این محدودیت‌ها گرچه فقط برای بخش کوچکی از مردم ایران محسوس خواهد بود که توان اقتصادی سفر خارجی دارند، اما سختی سفر به ایران از نظر نمادین چهره این کشور را در جهان منزوی‌تر نشان خواهد داد. شیدا هوشمندی، BBC. فرانچسکو بکیس از ماهنامه CS گزارش می‌دهد. ویروس سرخک بسیار سرایت کننده است. سال گذشته در بریتانیا حدود 1000 مورد عفونت تنفسی گزارش شد. این ویروس می تواند مشکلاتی جدی ایجاد کند. با تزریق 2 دوز از واکسن MMR می توان از سرخک جلوگیری کرد. اما تعداد افراد دریافت کننده واکسن کم شده. حالا محققان نشان دادند که چطور سرخک می تواند مردم را در خطر ابتلا به بیماری‌های دیگر قرار دهد. در 2 تحقیق نمونه خون بیش از 12 کودک هلندی که واکسن نزده بودند بعد و قبل از شیوع بیماری بررسی شد. قبل از ابتلا این کودکان سلول‌های ایمنی بیشتری داشتند و آماده بودند تا از آنها در مقابل بیماری‌هایی که قبلا گرفته بودند محافظت کنند. اما ویروس‌های سرخک این سلول‌ها را از بین بردند. آنها همچنین سلول‌های ایمنی دیگر را هم از بین بردند. سلول‌هایی که مدت‌ها در مقابل پاتوژن‌ها مقاومت می‌کردند، حالا در مقابل عفونت‌های جدید ناتوان بودند. بیشتر این تحقیقات در مؤسسه سنگر در نزدیکی کمبریج انجام شد. آنجا دانشمندان کدهای ژنتیکی سلول‌های ایمنی را توالیابی کردند تا ببینند ویروس‌های سرخک چگونه به آنها حمله می‌کنند. ویروس‌های سرخک سلول‌های ایمنی را که در اثر گرفتن بیماری‌های دیگه ساخته شده بودن از بین بردن. اونها همچنین سیستم ایمنی رو به زمان کودکی برگردوندن، به زمانی که قادر به مقاومت در مقابل پاتوژن‌ها نبودند. اونها رو در مقابله با بیماری‌های جدید هم ضعیف کرده بودند. بعضی از بچه‌ها بعد از ابتلا به سرخک سیستم ایمنیشون برای 5 سال به شدت ضعیف شد. این تحقیق اهمیت واکسن سرخک رو برجسته میکنه. نه تنها برای محافظت در برابر این ویروس، بلکه برای محافظت در برابر بیماری‌های عفونی دیگه. بریتانیا جدیداً وضعیت عاری از سرخک خود را از دست داده. مسئولان نگرانند بیماری سرخک مجدداً شیوع پیدا کند، مگر اینکه افراد بیشتری واکسینه شوند. میرسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.